این سکه رو پیدا کنید زدی تو گوش خوشبختی. یه سری سکه ها هستن طلان که بحثشون جداست، چه آب کردهش چه سالمش ارزشمنده. ولی یه سری سکه ها که برنز یا نقره‌ن ارزش آب شدهشون زیاد نیست، ولی از نظر تاریخی خیلی ارزشمندن. پس باید اینا رو حتما بشناسید که یه وقت کلاه سرتون نره. مثلا این که اولین سکه هخامنشی حسابی ارزشمنده و خدایی هم زیباست. این نوع سکه ها هم تلاش هست هم نقرش که هر کدومو پیدا کنید افتادید تو ظرف عسل. یا مثلا این سکه های ارزشمند اشکانی که هم مس داره هم نقره و هم طلا. یا این سکه ها که روش عکس اسکندر مقدونی و پشتش طرحی از زئوس خدای یونان رو داره. درسته طلا نیستن ولی ارزش میلیاردی دارن. حالا از کجا بفهمیم این سکه ها اصلا و تقلبی نیستن؟ اگه دقت کرده باشید هیچ کدوم از این سکه ها دایره منظمی ندارن و این نشونه خیلی مهمیه. این سکه ها در طول زمان باید اکسید شده باشن و رنگ عوض کرده باشن. پس اگر توی زمین در آوردید و براق بود بدونید که یه جای کار میلنگه. اگه شما یک کوزه سکه پیدا کنید، فلزش رو آب میکنید یا سکه‌هاشو میفروشید.